دفاع حالا دروازه‌بان جمع میکنه. 2 دقیقه و 30 ثانیه از اون 5 دقیقه سپری شده، یه چند ثانیه هم بیشتر. پشت محبته، یه ضربه سر در این سم، موقعیت داره فراهم میشه. عرابی، خود عرابی با پای چپ، پاس کوتاه، موقعیت برای سپاهان و گل سوم. گل سومو میزنه سپاهان. آب درست، تغذیه درست از خیلی از بازیکنامون. یه دو تیم هست. فرشاد احمدزاده میبره به سمت چپ، از سمت چپ بازیکن سپاهان حرکتی رو آغاز کردن، ارسال به روی دروازه و ضربه سر. ثابت ایمانی، حامد پاکدل، علی قربانی، علی اکبر رنجبر، سید محمد ستاری، محمد جواد آزاده، مبین دهقان و محمد حسین فلاح دیگر نفرات تیم پیکان هستن. به مربیگری قاطی کردن با هم بازیکن این دو تیم. علیاصغر عرابی حرکت میکنه، خودش پا به توپه، یک پاس در عمق، یه ضربه، یه حرکت خوب و چه توپی رو گل نمیکنه شهریار مقانلو. این بازیکن اشاره کردم باید قدر این موقعیت ها رو بدونن مهاجمین سپاهان. پیکان تا اینجا یک کار تیم دست و پا بسته‌ای نبوده برای این مسابقه. با هم ببینیم ضربه در واقع پاس عرابی، این ضربه ای که به این صورت سپاهان و رسیدن به گل مقابل پیکان. حرکت علیاصغر عرابی، یک پاس در عمق، حرکت مقانلو، اونجا ادامه پنالتی نمیشه. شهریار مقانلو، فرصت برای عرابی، از روی خط برمیگردونه عباس عیسی. کاوه رضایی کنار بازی رو عوض به سمت راست، حرکت بازیکن سپاهان، ارسال بلند روی گیر دو. در سمت راست ارسال به روی دروازه، فرصت. آخرین برد نفت آبادان در لیگ 19 هم بود. قلعه‌نویی و دراگان اسکوچیچ 4-2 در آبادان. فرصت برای عرابی، ارسال بلند، ضربه سر بلند، سر اول زدن مدافعین سپاهان. حسین نژاد هر شکلی که بود توپ رسون به رضا اسدی، این سمت عرابی، خود عرابی در راه رفتن، یه ارسال، موقعیت هست برای رضا اسدی و رو به جلو. علیاصغر عرابی پیشروی میکنه، خود عرابی یه ارسال با پای چپ دور میکنه، یه حرکت خوب از نورافکن اسدی، چه فضای سمت چپ، موقعیت هست برای علیاصغر عرابی، خود عرابی فنی میزنه و تو با اختلاف کمی به بیرون میره. علیاصغر عرابی بازیکنی که از شمس‌آذر نیم فصل اومد به سپاهان، اینجوری با پای راست ضربه فنی شد. این لحظه ای هست که اشکوک به خطا هم بود، توپه که از عرابی گرفتن، دوباره برای علیاصغر عرابی، موقعیت خود عرابی، حالا میفرسته روی دروازه، پنالتی برای سپاهان روی پاس عالی علیاصغر عرابی و یزدانی. رضا اسدی سمت چپ فضای خوبی داره، علیاصغر عرابی تک به تک، فرصت هست برای و خود یوسفی دوباره صاحب توپ شد. لحظه ای رضاییان، خود رامین پشت محبته، یه پاس فوق‌العاده قشنگ رضاییان، گل دوم رو هم خیلی قشنگ میزنه علیاصغر عرابی. چه پاسی بهش داد رامین رضاییان، به صورت آشکار مشخص تجربه و انگیزه بالای این بازیکن. 2 گل زد، هر کدوم از اون یکی خوشگلتر و قشنگتر. رامین رضاییان، هوادارهای متعصب سپاهان با هم ببینید چقدر قشنگ پاس داد عرابی، تکنیک خودش رو به رخ کشید و این هم ضربه پای راست دقیق رامین، خیلی قشنگ پاس داد عرابی و رضاییان قدر این حرکت فانتزی رو در واقع دونست. سپاهان 2-0 جلو میفته. نفت آبادان در اون سمت تیم خیبر خرم‌آباد موفق به صعود به رقابت‌های
لیگ برتر شده. حالا تو فرستاده میشه، گل سوم و بهتر گل چهارم، گل سوم رامین و گل چهارم سپاهان. نتیجه 4-0 میشه. هوادارهای سپاهان خوشحالن از این نتیجه. با هم ببینیم اونجا رامین درخواست توپ میکنه، توپ فرستاده میشه براش، با ضربه سر این بار دروازه رو باز کرد. هتریک رامین رضاییان، گل سوم او و گل چهارم سپاهان. از این زاویه هم با هم ببینیم این ضربه سری که دقیق میزنه به جایی که کاری نمیتونه انجام بده. علیرضا جعفرپور به هر حال زیر 17 سال در اون سهم موقعیت برای گل سوم و پاس به بیرون، گل سوم. حالا عرابی گل میزنه، تکمیل میکنه بازی خوب خودش رو. این بار رامین جواب خوبی و با خوبی داد. یه پاس گل بهش داده بود عرابی، حالا جبران کرد. رامین این بار پاس داد و عرابی گل سوم